سلام و درود خدمت همه عزیزان. با مرحله بعدی سازسازی در خدمتون هستیم. همونجوری که میبینید ساز از توی گرمخونه در اومده، کاملا خوش شده. البته یه مرحله انداختن پوسکی روی ساز اون نمایش ندادیم، توی که از مراحل انجام میشه. در این مرحله نهایی تراش هست. توی این مرحله هست که ساز آماده میشه، شکل کلی و تمام شده خود ساز رو خواهیم دید با توسط مغار. البته بعضی از همکاران عزیز کل این مرحله رو با دستگاه تراش انجام میدن، بعضی از عزیزان با مغار انجام میدن. شیوه‌های مختلف است، حالا بسته به اون طرز کار کلی که هر عزیزی مد نظرش هست از یک شیوه خاصی استفاده میکنه. ما توی این مرحله با استفاده از مغار انجام میدیم. تو همین مرحله هست که شکل کلی تنبک رو میتونیم در بیاریم، یعنی اگر میخوایم جامی باشه، اگر میخوایم تخت باشه، شکمدار باشه، روی کاسه اگر میخوایم خط بندازیم و تغییرات دیگه تو همین مرحله اعمال میشه. ساز به طور کلی آماده میشه و میره برای مرحله پرداخت. همینجوری که الان میبینید مغارهای مختلف داریم. مغار پرداخت هست، مغار گلویی هست، مغار تخت هست که هر کدوم از این مغارات توی مرحله میتونیم ازش استفاده کنیم. مرحله با هر کدوم اینا میتونیم تمامی قسمت ها رو هم انجام بدیم. اون دیگه بسته به نوع کار خودمون داره. خب ما تراشو فعلا شروع میکنیم برای مرحله نهایی. خب همونجور که میبینید بخش تراش نهایی شروع کردیم، هنوز ادامه داره. فقط این توضیح خدمتتون بدم که بسیار مرحله سخت و خطرناکی هست، چون بعضا سرعت چرخش ساز تا 1000 دور در دقیقه میرسه. امکان ترکیدن ساز هست. بسیار کار خطرناکی است و واقعا تجربه و رعایت اصول ایمنی رو میطلبه. خیلی ما شاید بگم مرحله سختی این ساز هم تو همین مرحله هست. شما مثلا ساز تار، سازهای دیگه شاید زمانبر باشه، دقت بیشتری بخواد، ولی خب اصلا این گونه خطرات رو نداره. برای همین عزیزانی که خیلی علاقه دارن ما همیشه بهشون گوشزد میکنیم که اگر میخوان دوره‌های آموزش تنبک رو حتما زیر نظر یک استادی که سالها تجربه داره ببینن. اینجوری نیست که خودشون شروع کنن از یه مرحله‌ای بخوان تراش ادامه بدن. خب ادامه تراش رو انجام میدیم تا ساز به صورت کامل آماده بشه.